سلام به بچهای گل توی خونه. چطورید بچهای گل؟ قراره تو این ویدیو بچه‌مو بهتون معرفی کنم. اسمشو چی بذاریم؟ بعد از اینکه 12 ساله این بچه رو من باش بزرگ شدم رسما، هنوز اسمی روش نذاشتم حقیقتا. و خلاصه بریم سراغ ویدیو که لوازمو بهتون نشون بدم و کارهایی که روش انجام شده و انجام خواهیم داد. ساده ترین قسمت شروع کنم. آقا مگه میشه ماشین باز باشی و یه سیستم تو ماشین نداشته باشی؟ حالا میبینید یه ذره اینجا به هم ریخته است. درسته، اونم به خاطر اینه که من همین الان از مسافرت اومدم. چیزی که خیلی من بیشتر باهاش حال میکنم چراغاشه. کار رو بگیر. سیستم رو بخوام بهتون معرفی بکنم که چیا هست، از اونجا که یک بار یه دزد حرومزاده یه چیزی که خیلی با ارزش بود برامو دزدید، کل سیستم رو من اینجوری گل گرفتم. یه جفت میدرنج و یه جفت سوپر توییتر، اون سابم که اون عقب دیدید، یه ساب 1600 وات پاور پلاس، بله پاور پلاس با یه باکس 100 لیتری که زلزله به پا میکنه. ریزه‌کاری‌های دیگه‌اش که میشه ضبط و سیم کشیش هم که سیم کشی خوبیه. ضبطو میبینید اینو. من قبل این یک عدد پایونر داشتم. پایونرمو باد برد که دزد برد، ولی یه یادگاری هنوز از پایونر دارم. اوجی بازا میدونن. آره یه ضبط نسبتا خوب که 6 خروجیه، جواب سیستم‌های سنگین رو میده، ولی حالا اونقدرم سنگین نیست سیستم من. رنگاش عوض میشه، ناکاموچی ژاپن دیگه. توی دیسپلی رنگاشو عوض کنید، هر رنگی که دوست دارید. من معمولا سفید میذاشتم چون هم رنگ ماشینمه، ولی جدیدن تنوع دادم و این رنگو میذارم. دیگه از اونجایی که میدونید برای تست سیستم همیشه یه مشمع اینجا میذاریم. حالا من از مشمع چاییام استفاده کردم. با صدای خیلی کم این آقا داره بندری میزنه. صدا تقریبا رو 10. و کار دیگه‌ای که رو ماشین انجام دادم ایناست. اینا رو خیلی دوست دارم. ببین داستان داره بچه‌ها. این که میبینید کلش کنده شده از برعکس استار وارز. آقا برای جناب بزرگوار آقای اسکلتون گندگویی کرد، کلشو کند، از اینجا آویزونش کرد. ایربگ نداریم داداش، ما این مردای واقعی میمیریم. ماد بعدی که دوستش دارم اینه بچه‌ها، صف کیلومتر رو باش. و کار بعدی که بنده انجام دادم چراغای جلوشه. چراغاشو دوست دارم، قشنگه، در قشنگ داره، با اون برچسباش به هم میان. آره دوست داشتنیه. و میدونم تا الان منتظر چی بودید. این تو چیه؟ آقا توش موزه. چقدر نمکی استاک آفیسر، استاک. آقا کاملا فابریک. همونطور که میبینید یه کفترکش مانند داریم اینجا، یه دبه داریم اینجا. حالا دبه شاید براتون سوال باشه برای چیه اینجا. آقا ماشین ایسیو داره، این گنده است. بچهای پژو بازم میدونن جبه ایسیو این انقدر گنده است که نصف موتوره. بنده اینو براش تعبیه دیدم. ظرف روغن موتور محافظ آقا ایسیو. حال کن. ایسیو هم زیمنس باید وی. حالا لوازمشو بخوام دونه دونه بگم که از این به بعد اگرم قرار باشه چیزی اضافه کنیم قراره با هم اضافه کنیم. از سر شروع کنیم. یه رنر خوب، جنسش هم خوبه، فلزیه. فلزی قشنگ جیندار. میره میخوره این تو دریچه گاز نیسان یا اولفاز. میره منیفولد ECUM کروز اولفاز. این میره داخل محفظه احتراق. شمعهای اکیوم. میره در سوپاپ فلزی. میره سوپاپ افتر مارکت. بعد دوباره میره پشت هلرزره. دلیلی همی که من زیاد نمیزنم و عاشق این موتورم این رادیات یوغورشه. این رادیات زندگیتون رو میخره، نمیذاره هیچ وقت ماشینتون واشر بزنه. آقا من دمای آبم یه خطم ندیده تا حالا، خط 1 رو ندیده. چرا دروغ بگم. دیگه مرحله بعدیشو بخوایم بریم، بعد بریم سراغ رینگای ماشین. رینگای ماشین رو همونجوری که میبینید نوشته روش ولک ریس. خیلی رینگای خوبیه واقعا، از لحاظ کیفی حرف نداره. به علاوه لاستیک های لینگ فاق لاستیکش هم 40. آره یه ذره دهن سرویس میکنه، ولی خب ببین یه چیزی دوست داشته باشی آقانش هم میدی دیگه. ارتفاعی که من زدم اگه بچه‌ها دوست دارید، فنر لنزو سایز 32 انداختم. کمک‌های KDS پوست کوتاه هم باشه کمک‌ها.
ترکیب برنده است دیگه. یه سواری فوق العاده نرم میده، یعنی دنبه جاده راحت میرم میام. فرض کن اینجا رو میبینی تو ارتفاعیم، اینجا رو من همین یهویی کله اومدم بالا. ترکیب برنده‌مو میل نکردم. از اونجا که انقدر ذوق دارم، اینجا هم یه ذره حقیقتا پلیس زیاد میره میاد، نمیتونم یه ذره گازو بوس کنم. ویدیوشو دارم، یه ویدیو حالا یه کاتاف ریزی باش زدیم، میذارم براتون ببینید لذتشو ببرید. و خلاصه انتقادات و پیشنهادات صندوقشون پایینه، بندازید توش هرچی انتقادات پیشنهاد داشتید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. این شما و میدم پژو بخورید. خدا